یک دوست ما کامنت کرده بود چگونه میتونیم جیمیل های اضافی را از گوشی ما حذف کنیم. پیش از اینکه بریم طرف آموزش حتما چنل سابسکرایب کنین و زنگوله را فشار بتین از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر باشین. بریم سراغ آموزش. خب دوستا شما من روی جیمیل انتخاب میکنین و جیمیل شما اینجا باز میشه برای شما. بازم روی پروفایل جیمیل تان کلیک میکنین. وقتی که اینجا کلیک کردین هر چقدر که جیمیل در تلفنتان باشه و بالا میاد. خب شما چی کار میکنین؟ مدیریت حساب ها در این دستگاه را کلیک میکنین. روی از این گزینه کلیک میکنین و جیمیلی که میخواین حذفش کنین یا پاکش کنین اینجا برای شما نمایش داده میشه. مثلا من این جیمیل ها رو میخوایم از گوشیم پاک کنم. خب روی همین جیمیل ها کلیک میکنم. اینجا حذف حساب نوشته است. خب روی از این کلیک میکنم دوباره حذف میکنم. شما میتونین با همین راحتی هر قدر که جیمیل در گوشیتان باشه پاک کنین از گوشیتان و گوشیتان سبک شوه. برای ویدیوهای بیشتر حتما پیج ما را فالو کنین.